ساحه باغ و تاک‌پروری نیز یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک خواجگی خلق کشور است. با مقصد رشد ساحه در شهر ترسونزاده تدبیرهای سودمند اندیشیده می شود. باغ و تاک‌پروران اصیل و نامدار شهر ترسونزاده برابر زیاد نمودن میدان‌های تاک‌گذار جهت رشد ساحه سهمی باسزا می‌گذارند. تورقل نظرف یکی از باغ و تاک‌پروران اصیل ساکن جماعت دهاتی جوره رحمانوف میباشند. این مرد دهقان 70 ساله است و قسمت زیادی عمرش را صرف باغ و تاک‌پروری نموده است. بابای تورقل در میدان 4 هکتار زمین باغ انگور تشکیل نموده است. در اینجا زیاده از 4 نمود انگور پرورش می‌یابد. بابای تورقل در این میدان 4 هکتار زمین باغ انگور تشکیل نموده است. در اینجا زیاده از 4 نمود انگور پرورش می‌یابد. خودم انگور نخالشم میگیرم، میشنانم، با تربیه میکنم، با همیخیلی کرده باغ میکنم. با آمادگی آدما ایمن میپرسد که همین خیل نخال، شاخانه، پبیده، حسینی دیگه غیر ماده تایپی نمیشد، تایپی نمیکنیم. همیخیل تربیه کرده آدما میبیاد میخریم، همین به جواب میتیم کدام سورت شاخانه باشه شاخانه، پبیده باشه پبیده، حسینی باشه حسینی. بعد همه ابرز کشم یاد میتیم بایوبا. ایما انگور میگرفتگی آدما انگور پر میشد میگه ده. انگور پر نمیشد. برای چی پر نمیشد؟ الان تگی انگور. الان بالاش منم این 25 ساله شدگی، 25 سال شدگی. ای تگش همجا میمونیم ما سودا نخالای نو میبراید اسم میرد. من این خیلی غفص کلتگاشو گرفته میپرتایم اینا جای به این با من اینا همش باد میرد با انگور شدن میگیرد. من همین انگور 15 ساله انگور اینا اوجی پیر شده پیر. من جای این با ایسو 99 میمانیم اینا ریزه کرده میپرتایم 1 متر 1.5 متر 80 سانتی متر بعد 99 میمانیم 9. به این کوکنه نمیشد با انگور خودش رفتن میگیرد. 6 به 5 شدندگی ما این من اوجی کوکنه شدگی میوهش دودگی اینا مونیم بعد 5 سال 4 سال انگور تمام میشد پیر میشد. برای همین ما 99 بوتا برادگی میمانیم 99 میمانیم جای این بند انگور نقص با میوه دادن میگیرد پیر نمیشد. تورقل نظرف 15 سال این جانب از حساب درآمد باغش چرخی روزگارش را تاب میدهد. پیش از تشکیل نمودن این باغ نیز او با همین گونه کارها مشغول بود. نامبرده این صحبت اظهار نمود که او میتواند خواهشمندان را با قلمچه ها و نهال های تاک انگور تامین نماید. گزارش لاله جیرایeva و سیدالدین ابراهیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.